سلطنتی طلبا و نمیدونم همینا دیگه، این فرقه این که جیرشون از طریق آمدن فردی در قدرت تامین می شود که جد در جد نسل در نسل بماند. یه سری هم زرت و زورت میکنن، میگن که نمیدونم این نمادین چیه؟ نمادین مجسمه فردوسی در میدون فردوسیه. نمادین اینه. نمادین این نیستش که یک نفر به زور خون و بدبختی و فلاکت این مردم قدرت را ناتوان کوتاه مدت از دست بگیره که 100% از دست خواهد داد و ما بشینیم به بچه ها و بچه های اینا سجده بکنیم. کدوم مردم حکومت های شاهنشاهی حاضرن که اگر بخواهند دوباره از نو به یک سیستم حکومتی رای بدهند، یک خانواده رو باف کنن بذارن اون بالا، بگن نه عیب نداره، این نمادینه، زندگی مردم نمادینه، زندگی مردم دستخوش تعقل وجود یک پادشاه و رعیته. حالا میخواد نمادین باشه، میخواد چمدانی باشه، میخواد انگلیسی باشه، میخواد ایرانی باشه، میخواد هر جوری که باشه. پس اصلا شما و تعریف شما و ماهیت شما فیلده، تموم شده است.